boshi bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam.
السلام علیکم دوستان، بیننده ها و تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جماعت تبریکاتی شهنان در دامنکوه آهلیکی عزیزمان در خاندان زیبای سلیم جانمک مهمان هستم. امروز جشن زادروزی سلیم امک و همچنان شهناز آیتی شده ایستاده است. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام فرنگیز آیتی، فرخنده بانو و واریس جان تبریک میگویم. این لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما عزیزان به هم ببینیم. با ما باشید با شبکه شهنان که ما آغاز کردیم. السلام علیکم مادران عزیز، مهمانان خانواده سلیم امک، همه شمایان را به امروز روز زادروزی صاحب جشن ها، صاحب خاندان سلیم امک و شهناز آیتی خوش آمدیتان میگوییم. البته به نزد ما در کار هستند شهناز آیتی همراهی سلیم امک با خرسکایتان به نزد ما دعوت میکنیم. مرحبا، نزدیکتر میستیم. مرحبا. السلام علیکم. سلیم امک زادروز مبارک. روز تولد را امروز روز شکرانه را برای هر دویتان مبارک باد میگوییم. شهناز آیتی زادروز مبارک باشد. 120 ساله شوید و بعد از آن رخصت از پیری را به عهده گرفتم. همراه سلیم امک دم پیری و دولت پیری را دیدن برای شمایان نصیب کند. امروز روز خرسندی مبارک. ما همراهی فرزندان صحبت کردیم. دختران نازنین واریس جان گفتن پدر مادر مهربانی من، سرچه بایستیم، پدر مادر مهربانی من که با مهنت های حلالشان ما را کلان کردند، صاحب بخت، صاحب علم، صاحب کسب و کار کردند. برای هستیشان شکرانه میگویم. پدر جان هم ما خود را میدانیم که فقط مهنتی حلال کرده ما را کلان کردند. مادرم باشد من 4 سال باز در مسافرت بودنم برگشتم به وطن. دیروز در اینترنت یک چیزی رو خواندم، گفتم آن نفرانی که در مسافرت میگردند برای فرزندان مهنت میکنند، فقط میخواهند که فرزندان خوشبختانه حیات به سر برند. آنها هم میخواهند در سال نو یا در نوروزی در توی و تنتنه ها همراه عائله نشینند، لیکن برای آن همه فرزندان فراوان زندگی کردن راه مسافری را به عهده خود گرفتند. امروز روز شکرانه‌تان برای هر دویتان مبارک باشد. شمایان برای فرزندان قهرمان زندگی هستید. شمایان را بسیار حرمت و دوست میگویند اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر مادر، بیا بی بام و نام و در دعا گیر از پدر مادر. سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر سو، بخندد بخت تو یک سر دعا گیر از پدر مادر. دعا اینه که پدر مادران را گرفته گشتن برای همه فرزندان نصیب کند. امروز برای پدر عزیز میگویم در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفتت بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. مادر عزیز از نام فرزندان شما رو تبریک میگویم. برای پدر سلیم امک از همه مهربانترین شخص دختران هستند. برای مادر باشد مهربانترین فرزند پسر است. از نام واریس جان، از نام دادرم، از نام مسافران بودگی جگربندان شما را تبریک میگویم. مادر تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس به جای تو، همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. شهناز آیتی خدا کند که همین سالهای نزدیک به مانند خودتان یک عروس پربردار، مانند خودتان خدمتگار نصیب کند و همین کاشانه زیبا و تویهای کلام کنید. سالهای آیندهش باشد
در سر گوهر نبیره نشسته الله‌های ناز را خواندن برای شما نصیب کند. برای سلیم مک نبیره مبارک شود گفته سلیم بابا گفتن تبریک کردن برای ما نصیب کند میگویم. امروز روز خرسندی مبارک باشد. شهنازایتی چند سال شد تو اشتباهتان با؟ وقتی هیجان با 30 سالگی توی با بین 30 سالا به غیر از 8 مرد نبینه زادروزتان تیرما قریب سال نو با وقتی گل قیمت بودگی وقت با چند بار گل پدر کردن تو با بین 30 سال با به غرضی انمی دو دختری نازنین یا خداشم گلی خواندم چند بار گل پدر کردن نمیرسه. امروز ما انانه دوام میکنیم. در روز زادروز از نام شخصا سلیم مک خودشان تقدیم میکنند با قرصک های مهمانان. مرحمت گلدسته را تقدیم میکنیم. مرحمت. مبارک باشد. البته در هر زادروز شیرینی است. می‌خواستیم شیرینی را تیار کنیم برای امروز صاحب جشن ها. مرحبا. Мубарак бошад. Потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули, на Польше. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мое настроение. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения! Мубарак бошад. فرنگیزایتی پدر مادر را تبریک میکنه. مرحمت. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمده. اولم با امی کدوم درگاهی دادم بیم بر دادا بی الهیم سعد بدره خوش پیر شوه هم وقت سری ما بس سلامت گرده چی آرزو حوث های داره هم مشبه ابشتمار هست الهیم هم وقت روزای خوشوقتی به هم خیل شنیم هیچ وقت همو درد نبینه هم منیتای ناز برای شما رحمت کلون ما اونو همو کلون کده باید برسونده داوری وقت فقط وقت مبارک باشد. زادروزی مبارک. با فکرم زادروزی انمین نبیره بوده. اولین بار ما انمی جمعی شهنامه تشکیل کردیم و بعد از یک روزش یکمین تبریک ما در زادروزی انمی دخترکی نازنین مهری ماه بود. امروز علاقه چند ساله شدن؟ 4 ساله 5 ساله شدیم. حتی اونا جان بابا جان تبریک کنن؟ آنا جانی من مهربونی من دادم رو کنه بیو کرم کنه شما و رحمت سر به درایه رحمت سلامت باشن تکمان برو تبریک تبریک ایرایم سر به درایه آنا جان بابا جان شما را تقدیم میکنم دیبر دیمان آنا جان منیست دیمان آنا جان وقت کنه دپالگن
یلدز به من آنا جان. آنا جان ها سناورانه سوارانه همجا تا تبریک کنم. خوش آمده مهمونکای عزیز خونیکی بچی من با لایم سال بدویل که نوکتی خوش پیر شو بچی کن عمری دراز بینه نوره ایوره چه برای بینه این رو همه وقت توی تماشا بگرده پسرکش بیم که لینی نقل بیاره دختروش بابا شود بطخ شود خوش پیر شود. السلام علیکم مهمونای عزیز. خوش آمده نوری دیده تاج سر حرمت کرده دختری من آمده رحمت کلام شهنازه خوجاینت کتی خوشه پیر شد پیری بدوله شد هیچ غم و درد نبین سر درد نبینه چشمت کد نو نبینه قد و قومت همه نبینه چی دلت با آرزو نیت داری نیت خود برست بچه کد بام یک کلنک قابلکک آورده اپشتی بر حضور حلوت شدید فقط سلامت گرد شد همه خیلی در زخونت همه وقت پر پیمون باشد ما اون اپشتی تو خرسان شده گردیم. رحمت ناستا کنم مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی. از همین فرصت استفاده برده من جیانی جانیم و همسرش را با این روزی تولدش شخصا از نام خودم و از نام تمام خویشاوندان و آنهایی که حاضر اینجا نیستن همه در راه دور هستن از نام راهدورهایم جیانکم رو با این روزی تولدشان تبریک و مبارکباد میگویم و اینها عمری دراز تنی سیاد آرزو دارم بگذار چه آرزوهایی که داشته باشد جامعه عمل پوشد تمام خوشی های دنیا را بیند حضور حلاوت بچه‌هاش را بیند درد و داغ نبیند چه راهی دور بررفته چه عذابای کشتگیش همش میگن که گفتی طول راحت شود یافتگیش فقط توی تماشا برود همین خیلی همه وقت در سخونی پرفیض و برکش را آمده اشتراک کنیم تو با عمری دراز بچه یک شدینی من رحمان و ها مرحبا. السلام علیکم آیتی جان زاد روز مبارک باشد در دل چه آرزوهای نیک داشته باشد جامعه عمل باشد همه وقت همه خیلی خوش و خرسند گردیم پاچان که خوش پیر شده حضور حلاوت فرزندای دیده نبیره عبیردار شده سری مامان با صحت و سلامت گردیم زاد روز مبارک. نوازایتی در اینجا از همه دوگانه و سرگویه که شما و حال و احوال شما خبر گیرک خواهر نازنینتان حضور دارند میخواهیم سخنها از زبان خواهرتان شنویم. مرحمت. السلام علیکم میمونا خوش آمده در گویایی که من با آیتی جان تر پدرا حضوری بچه اکشتک نوروزوی نقض بین خوشا پیر شد عنمی اکم عنمی مقدس رهبرا تبریک میکنم داریم سری منبع همه وقت ساق باش ساق کرد مبارک باشد. خدا خواهد مرحبت. السلام علیکم مهمان عزیز مادران گرامی من این فرصت پرتمان استفاده برده سلیمکه و شهنازه با این روزی زادروزشان تبریک میکنم از نام عائله و اینها عمل و صحت سلامتی میطلبم چی نیت داشتشن نیت خوشا برسم خوشه پیر شوم پیر و بدولت شوم همه وقت صاف سلامت کردم. رحمت. رحمت.
و میخواستیم اکنون مادران یک جای رقصیم و امروزه جشن زادروزی شهناز آیتی و البته سلیمه مک را با یک درجه افضل گذرانیم. یک جای در این دو هوای زیبا میرقصیم. زادروز مبارک باشد. مرحبا.
اینک عزیزان امروز ما در خاندان زیبای سلیمامک مهمان شدیم. البته شهناز آیتی را سلیمامک را در روز زادروزشان از نام فرزندان از نام فرنگز آیتی از نام فرخنده بانو و واریس جان تبریک کرده لحظه های خرسندی رو همراه شما به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان سلامت باشید.